ما وقتی که سالهای 2015 16 در زندان بودیم، یک انسان بود در زندان ما که به سبب علاقه زنا با خواهرش زندانی بود. ولی دیروز بعضی برادرها از بعضی زندان‌ها خبر دادند که حتی در زندان مللیت که میگن نابالغان، یعنی قریب اطراف 100 نفر کودکانی هستند که یعنی با همین جرم ها آمدگی هستند. بعضی پدر و مادرها هم شکایت کرد که فرزندم، پسرم با دخترم همین کار رو کرده است و پسرم مهلتی دراز محبوسی شد، زندانی شد. برای من دو طرفه و سه طرفه بلای مصیبت آمد. هم از یک طرف جبر دیده بودم، هم از یک طرف فرزندم زندان شد، هم یک عار و ناموس بود. ولی این بی اهمیتی هست.